جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان. سلام ای دیل، سلام ای نوری دیده. السلام علیکم عزیزان دیل، بیننده های عزیز شبکه تبریکاتی شهنام. امروز جماعی ما در طربخانه نور برای تبریک کردن توی نکاحی انوشیروان و صبرینه بانو در جشن زادروزشان و البته در روز توی نکاحیشان امشب داماد را تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی شادیانه را البته همراه شما با هم ببینیم. امروز این تحفه ها باشد البته برای پدر مادران هستند که آنها تاج سر طلایی ما هستند. با ما باشد، با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید. با حرمت دل و دلدار سلام، و عزت قدم یار سلام، و خنده های صمیمانه و خوش و خوبی همه کار سلام. و هر کسی که قدم رنج نمود زی نام اهل انس تبار سلام. با لطف و مرحمت حضرت عشق سلام سلام و تکرار سلام. سلام و درود بی پایان. السلام علیکم اسرالزاده ها، هم زمین و هم وطن و هم زبانان عزیز، مردمی بهار و ننگ و ناموسدار آقصای عظیم، مهمانان این طربخانه زیبا. یکی شما را به امروزه این طربخانه و امروزه توی نکاحی انوشیروان صبرینه بانو خوش آمدتان میگوییم. امروز باعث سرجمی ما در این طربخانه برای تبریک و تهنیت نمودن شه و عروس و البته برای تبریک کردن جشن زادروزی انوشیروان آمده ایم. میخواستیم سر اول صاحب تویان را، پدر مادران عزیز که از داماد و عروس هم دیده ایم شام خرسند و خوشحال هستند، آنها را تبریک و تهنیت گوییم و صحنه تکلیف کنیم. نعمتکه گلسنوایتی عارفکه نارگلایتی ها را به صحنه میخواستیم نزدیکتر بیایند. البته خاله جان عزیز خاندان پریچه خاله گفتند خطا نکنیم مگر مرحمت مرحمت شما را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت نعمتکه عارفکه مرحمت شما را تکلیف میکنیم. مرحمت نعمتکه عارفکه توی مبارک بزم زیبا را امروزه پیوند دلی فرزندان را مبارک باد میگوییم. البته برای مادران عزیز، برای گلسنمایتی، نارگلایتی، خاله جان عزیز، فریچه خاله توی ها را مبارک باد میگوییم. زادروز مبارک، روزی خرسندی مبارک باشد. انوشیروان توی مبارک. امروز در روز زادروزتان از همه تحفه بهاترین که با امر خداوند صاحب عروس شده ایستاده اید. در روز زادروزتان تحفه که آیله بسته ایستاده اید. خدا کند یک آیله خوشبختترین را برپا کنید. پدر مادر خود را تاج سر طلایی کنید. میگویند بخواهم آسمان ماند برآید، زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برآید. انوشیروان امروز شما را از نام دو جگربندتان، از نام جیانهایتان، از نام شاهزاد جان، ظاهر شاه و از نام خواهر و برادرتان شخص نمایتی نیکبخت تبریک و تهنیت میگوییم. و پدر عزیز، پدر جان نعمتکه برایتان میگویند پسر جانم تو خوب و مهربانی،
در این دنیا تو از من یک نشانی، پدر مادر میرود یک روز جانم، تو این را ای پسر باید بدانی. چو صبحی با صفا باشی پسر جان، با یارت با وفا باشی پسر جان. الها در تمامی زندگانی با امید خدا باشی پسر جان. توها مبارک، جشن زادروز مبارک باشد. البته نمانمک خدا کند که گلروسی آمده ایستاده صبرینه بانو با پای قدم بیاید و در خاندانتان سال آینده آوازی زنگله گوهره، آوازی گریه های فرزندان انوشیروان براید. سال آینده شما دیده با تولد شدن نبیره ها و البته عارفکه را دیده با تولد شدن نبیره ها تبریک کردن برای ما نصیب کند میگوییم. توها مبارک باشد. برای پدران چقدر سخنگویم کم است. امروز پدر که از همه انسان‌های خوشبخت هستند، امروز پدر که دعاگوی شاهستان خاندان هستند. برای پدر میگوییم در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتت بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. توی مبارک، جشن زادروزی فرزند را مبارک باد میگوییم. وقتی امروز داماد و عروس را هم در تویشان هم در جشن زادروزشان تبریک گوییم. مرحبا. سلام علیکم میرانه. همه این ملشا بواش باریم شد، همون بواش باریم. رحمت تشکر میگوییم. عارفکه مرحبا. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Mana imroz to'y bo'ladi, to'y Sabrina Muxtariman va Anusherwan do'motiman. Amina bolam baxt tilayman, umri daroz. Chin niyat kerak bo'lsa-ham, shu niyatga borasan. هزار رحمت تشکر میگوییم. خورسنمایتی نارگلایتی توی ها مبارک باشد. امروز لحظه های خورسندی جشن عقد نکاح فرزند را برای شمایان مبارک باد میگوییم. فرزندان عزیز با یک آواز میگویند که مادران ما را تبریک گویید. تا دنیا باشد باشند و هیچ وقت در دومی زندگی را نبینند. برای ما زحمت کشیده، مهنت کرده، مهنتی حلالشان کردی، شیری پاکشان کردی، ما را مبایه رساندند. برای مادرجان عزیز ما گوید که نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. من ز لطفی بیکرانی تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی ای دیده هایم مادرم. الله‌های فارم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی ای با بقایم مادرم. برکدی خمگشته و چین و جبینت جان فدا، اول و انجام من صبح و صفای مادرم. تویها مبارک. میخواستم نیت های نفس نکتون رو شنویم. مرحبا. شما دیدم بدل گویی مایم. میخواهم همین فرزندی من 4 تا شد خوشبخت باشم، همیشه در زندگی آمد رو براشون باشم، خوشبخت شوم، 3 فرزند شوم، دولتمند شوم. رحمت بکنید. مرحبا. حاضر شاهزاد جان تبریک میکنن. مرحبا. آقا تبریک سعادت ره بالای بناک شوه، باز میگم بالای زود شوه. براو، تشکر میگویم. البته پریچه خلاص زادروز مبارک. امروز میلاد عمر را برای شما مبارک باد میگوییم. شاهزاد جان توفهشان را دوام بردن برای تقا جان هستند. البته تقا جان برای عروس خودشان میسپارند. حاضر باشد میخواستیم نیت‌های ناز و نیک را شنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. من امروز روز توی انوشیروان و صبرینا های بودن. این دو یاش را تبریک میکنم. بخت می اتم میطلبم. انوشیروان عمری دراز تو رزق فراز. الهی اولی همه حواس میکنه که اویلا شوه الهی. خودتون زیاد شده این سال با
باربندان نه همه خیلی از جای خیش تورا کردی توب شدن نصیب کنه هممون سال باشه عمری در روز باید تشکر می‌گویم پدران عزیز نیمانکه عارفکه شما شامسوتونی خاندان هستید از نام فرزندان از نام انوشیروان از نام شاه سنمایتی و نیکبخت بانو برای شما البته کتاب‌های قرآن داریم می‌خواستیم پیشکش کنیم بر همه تقدیم می‌کنیم برای نیمانکه توی‌ها مبارک باشد فرزند البته برای عارفکه کتاب‌ها را تقدیم می‌کنیم بر همه مبارک باشد می‌خواستیم همه صاحب جشن‌ها را تبریک بگویم بر همه نزدیکتر می‌استیم و انوشیروان صبری نبانو مرحمت شمایانم آهسته آهسته با پایان فرآمدن تیار شوند در اینجا گلدسته دارند داماد و عروس برای مادران می‌سپارند تا آن دم خارجان تبریک می‌گویند مرحمت سلام علیکم مهمانان گرامی مهمانان عزیز تبریک میکنم یکم کیون و داماد را دامادم امروز روزکی تولدش شده است الهی صحت بدارای یکم حجرت بختشونتی الهی صحت سلامتیتی و امروز اپای خودم تاریخولم امروز روزی تولدشون فرزندانشون میخوان که همین مادری خودشون رو تبریک کنن مرحمت گلدسته را قبول کنید مبارک باشد مرحمت داماد عروس را تکلیف میکنیم البته رمزی تشکر خود را با گلدسته ها اظهار میکنیم انوشیروان با نزد پدر همسرتون با نزد مادر نزدیکتر میستیم در اینجا اپراتورهای ما در خدمت هستند این لحظه های زیبا را با کتاب کلانترین شهنان ما البته مهر میسازیم این لحظه های زیبا را با تاریخ مهر میسازیم تویها مبارک باشد میگوییم با آقای امشبه ما حضور میپرسیم و نوبت را با حافظان خوش‌آواز امشبه با استاد صنعت عطای خورشید شامرزوی میدهیم
نمدمک توی مبارک. امروز عزیزان در طربخانه نور در روز خورسندی توی نکاحی و جشن زادروزی فرزند نمدمک در توی نکاحی انوشیروان مهمان شده. این لحظه های خورسندی رو همراهی شما با هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شاهنامه خود را احتیاط کنید. رحمت، سلامت باشید. روزای ناز ببینید.